با نام خدای یکتا. سلام، من حکیم هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کند که در هر گوشه دنیا باشید پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار و عزیزانی که در داخل تاجیکستان هستند خوش و خندان لبخند بر لب داشته باشند. دوستان، اگر تازه به کانال ما آشنا شدید لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و به آن ابونه شوید و تکمه زنگوله دائمی را برای همیشگی فشار بدهید تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز باشید. عزیزان، موضوع امروزه ما درباره مسجد کلانترین شهر مادرید می رود و بریم با هم مرور کنیم مسجد کلانترین اسپانیا و شهر مادرید را. این مرکز 21 سپتامبر سال 1992 میلادی بزرگترین مؤسسه فرهنگی اسلامی محسوب می شود که افتتاح یافت. از آن وقت این جانب آن به خانه اسلام در مادرید تبدیل یافت که در آن هزاران مسلمانان و غیر مسلمانان تشریف می آورند. آن در بین مردم با نام مسجد MC معروف است، زیرا بزرگترین جاده شهر مادرید MC از پهلوی مسجد می‌گذرد. مسجد MC کلانترین در اسپانیا و داخل آن از مسجد الحمبره گرانادا ساخته شده است. مجموعه دارای مساحت 12000 متر مربع در 6 آشیانه میباشد. در داخل مسجد همچنین دارای مکتب، کتابخانه با کالکسی‌های عربی، اسپانی، انگلیسی و فرانسوی، دو تالار نمایشی، آثارخانه، تالار ورزشی، خانه‌های دیرکتور و امام خطیب میباشند. رستوران و خانه عقد نکاح نیز در داخل مسجد ساخته شده است. فساد و ساختمان بیرون مسجد از مرمر المریا آرا داده شده است. در داخل اسپانیا قریب 14 تا مسجدهای کلان و در شهرهای گوناگون فعالیت دارند و 2 تاش در شهر مادرید می باشد. عزیزان، برویم با هم یک جای ببینیم چگونه ساخته شده است این مسجد MC یا کلانترین مسجد در شهر مادرید اسپانیا. دوستان عزیز، هنوزم سفرهای ما در مادرید ادامه دارند، علل خصوص در مترو. نصیب باشه میریم طرفی مسجد مسلمانان، سنتر کلتورا مسلمانان. ببینیم که چی الان سینو با نوار گفتم میشه و نمیشه. خب ما میریم طرفی المنده دی آسونا، لینه 5 شماره 5. این دوستان غنویه اسکو باید اینجا علش کنیم چرا بریم طرفی مسجد. ببینیم چقدر مسجد شهر مادرید. میگن که کلانترین مسجد در اروپا هست. نمیدونم آیا تا کدام اندازه حقیقت داره یا نداره. میبینیم این دوستان عزیز، هنوزم سفرهای ما ادامه دارن. ما باید بریم طرفی مسجد. با ما باشه دوستان عزیز. بیام استانسیه کارمن، استانسیه مسجد شهر مادرید، لینه 5 راه دارم. بریم این طرفی کوچه ببینیم که چه چیزا انتظارم آدم دارم وسط که دیگه احساس بزنم وسط بشه. خب بریم دوستان، ما هنوزم در شهر مادرید قرار داریم و این هم یکی از کوچه های دیگری شهر. ما نصیب باشه تصمیم گرفتیم که امروز بریم نصیب اول طرف مسجد شهر مادرید. در جای خوانده بودم که نوشتگی بود که مسجد شهر مادرید یا که اسلامی کلتور سنتر مادرید یکی از کلانترین مسجد های اروپا به حساب می روند
اما این تا کجا حقیقت داره که درست است انشالله ما میریم از پیش میبینیم و به نوار میکشیم. خدا کنه که ما را نوار ماندن اجازه بدن که داخلش هم نوار بگیریم. بریم با هم، دستان با ما باشید ببینیم چی میشه و یک جای تماشا میکنیم. این هم کوچه که طرفی مسجد میره. اینم یکی از کوچه های دیگری شهر مادرید. این یکی از خیابان ها یا میدان های شهر مادرید. این سگوش هسته خشروه سگه دوتی دکو پشمی. خب دوستان میگم میریم طرف مسجد. باید بینیم که استریت کدام طرف نشون میده است ما را. اینجا مغازه اندی بده. دوستان یکی شما را بیچخه چای سر آدم و سر خانه و سر زیبا. این هم یکی از کوچه های شهر مادرید. هنوز ما طرف مسجد میریم ببینیم که 1 کیلومتری گمونده است. ببینیم این طرف هم پارک رازو بیچینه، پارک برای بازی کردن و نگاه دیگه. خب با ما باشید دوستان عزیز. دوستان عزیز نگفتن اما ارکیتکتور شهر مادرید خیلی خوب است. خیلی خوب برای ما داشته است. تمامی خانه ها و ساختمان ها و همه در سطح عالی قرار دارند. جابجا کردن و گلین پلان شهر خیلی خوب برای ما داشته است. دیگه ما میگن نزدیک مسجد میشه انشالله. چند دقیقه دیگه مانده است انشالله که باز زود برمیگردیم. میرم دیگه کوچه شهر. ساختماناش هر کدامش از دیگرش فرق داره. خیلی زیبا و دیدنی. عزیز هنگامی سفر یا که سرگشت در کوچه های شهر مادرید این یک سوپرمارکت ایرانی، یک مغازه با نام سوپرمارکت ایرانی اینجا بوده است. متاسفانه امروز بسته است. از ساعت 12 او طرحوی میکرده است. خب ببینید چیزا را میفروشه، کتاب و خوردن باب و چای و همه چیزایی که مربوط ایران میشوند و چیزاش هم حلال نوشته بوده است اون بالا ده چیز حلال. این یکی از سوپرمارکت های ایرانی در شهر مادرید. لوها و نمیدونم کاسه و دیگه و در پهلوش یک مغازه دیگه با نام مغازه بخشالم این عربی است، مغازه گوشت. مغازه گوشت چه عربی حلال بود است. نواسات فسوده و دیگه چیزا میفروشه. اینم ایرانی ها در باری عربا پهلو در پهلو مغازه دارن ماشاءالله. عربیشان پهلو در پهلو. این کوچه هم خیلی کوچه زیباست. دیگه این ساختمان دیگه رو بینیم برادرها. دیگه نمیفهمی چی ساختمانه. مقصد از خشت سرخ ساخته شده. خیلی زیبا.
و دیدنی. نصیب باشه ما طرفی مسجد رفته ایسیم. نگه 3 دقیقه مانده است. یک برادر پرسیدم. خب اینجا خلاصی گپ برادرها نزدیکی مسجد تمامی مغازه های حلال و همه چیزا هستن، عربی و ایرانی و خلاصی گپ مسلمان ها، الجزایری، مراکشی و هر چه اونجا مغازه هاش اومده است برای مسلمان ها شهر مادرید میفروشن. دوستان چنانچه گفتم این کوچه تمام کوچه های مغازه هاش مثلا مغازه های مسلمانی هن. برادر مسلمان های ما و شما اینجا سودا میکنن و برادر است که ما امروز باید رفتیم نگاه میکردیم. این نصیب باشه رسیدیم. این هم مسجد کلانترین شهر مادرید. انشاءالله میریم داخلش که ببینیم که اجازه داریم نداریم برای سیامکا کردن، برای ویدیو کردن. بازم بپرسیم. خدا کنه که اجازه بتن. ظاهرش خیلی زیباست و میگن خیلی قدیمه هم هست و کلان هم هست. کلانترین مسجد در اروپا، در قاره اروپا به حسابیده میشه. خب این طرفش هم کوارتالا جای زیستی مردم. بریم با هم دوستان با ما باشین. انشاءالله میریم داخلش ببینیم که چی چیز دستمون جایه. این هم پایانی در بالا شهر بوده است چون پایان هست که ببینیم. دوستان ما هم در مسجد رسیدیم. این هم ورودگاهش، ورودی مسجد. انشاءالله که میریم داخلش ببینیم اجازه مو میتن نمیتن. این مسجد از طرف بیرون، این نگاه طرفش نگاه نمیفهم چی باشه. خب اونجا نوشته است سنترو کلتورال اسلامیکا. تو بالا نوشته گه یعنی که مرکزی اسلام فرهنگی اسلامی مسلمانان مادرید که اسپانیا. نمی‌دونم دوستان چی باشه اینجا. بیرق فرانسه و بیرق فرهنگی اسلامی شهر مادرید. هم خانه خدا. خب این طرف میریم. این طرف چی باشه؟ چقدر زیبایی به خدا اینجا. زیبا. این هم صحنه مسجدش. صحنه بیرونش. این طرف هم خیلی جای زیباست. این هم داخل مسجد. مفتگه پاکی. این هم صحنه بیرونیش. خیلی مسجد کلام است. ساختمانش، محوطه‌اش، این بیرونشه. این هم این طرفش. از چند طبقه عبارت است. خب ما دیگه این طرف چیه؟ محمد. دیگه این طرف خواهی کلیدا. اینجا چی؟ این هم دوی نمازگذاری بوده برادرها اینجا. برادرها نگره میفهمم که اگه ویدیو شروع کنم اگه ویدیو شروع کنم هم نمیش زیباست. اما اینجا دیدن است. اینجا توی نماز گذارم.
دیگه نمیفهمی چند طبقه است. خب بریم بالا در بالا چه میخوام چه بالا اینجا این بیبلیوتک هم بیده بالا تصمیم هم بسته بیبلیوتکش اینجای نمادگذاری دیگه پا چون نماز خواندم طبقه نمیدونم چنده بریم نگاهش نصیب باشه سیم کم میکنیم این برم از کنده یکم طبقه این طبقه سه طبقه بریم پایین طبقه پایین چه آبی جای وضو خونه خود است طهارت و وضو کردن چقدر کلانه ماشاءالله این مسجد خیلی کلانه برادر مسجد خب این چیه با ایزال شای ولی رستورانش باشه خیلی زیباست بخونه دیگه نمیدونم که اینجا صحبت کنیم خیلی کلمات خیلی ماشاءالله زیبا و دیدنی باشه مدرن است زمانوی است صبریمینی است مسجد اما شرایط را داره خب بریم خیلی طرف چی هم طرف مکتب و مدرسه و این چیزاش این طرف همچنان چی با این بچه ها زل هم داشته است زل ورزشی طلای ورزشی مچی داشته است بریم که این کنم رستوران هم مسلمانه hola این کافیتریا خلاصه ده اینجایی نشسته مردم و بریم نگاه طرف چی بپایی ماشاءالله خیلی مسجد کلانه بچه ها باور کنید نگه نمیدونم که کجا سر کنیم و کجا شروع کنیم یک جای نماز خانده شد دیدم اونجا میده ها که نمیدونم زلی کلانش در کجا باشه یکم قسم نیست که پرسیم زبان فرانسوی را نمیفهمم نگه خب بریم که اون طرف بسیار چی میتوانم برادرات در داخلی مسجد هم طلای ورزشی هم مدرسه های هم بیبلیوتک های خلاص که همه چیز هست همه چیز مربوط به مسجد میشه هست اینجا برادران مسجد یا مدرسه اقرا های ببینید درس میخونم اینجا صحنه بیرونی و این دو خواهر ما گفتیم که ما را مسجد نشونده جای نماز خواندن اینا بریم خطیم خواهرها همون طرف زبان فرانسه را که نمیفهمم خیلی ما فهموندم که چی مقصد دارم مسجد مثلا زلی کلون فکر دارم من بیام بریم با یک جای همراه با ما باشه دوستان همین جایی که اومدیم اینی هم مسجد اینی هم جای نماز خواندنش اینا بینید جای نماز گذاران تازه تمیز زیبا و خیلی مقبول و خیلی زیبا
خیلی دیدنی جالب است در شهر مادرید. همچنین مدرسه یا که مسجد خوب و زیبا. دیگه این طرفش نمیفهمم چی باشه، اگه دفتر باشه. یعنی دوستان مسجد مرکزی شهر مادرید اسپانیا. دوستان نگاه ندیدین مسجد انشالله مسجد شهری مادریده و این هم دستاوردهای ورزشی. اینجا نمیفهمم که یا بپیرم شخصانی هستن که سهم داشتن در این مسجد. چند نفر و این طرف هم بیرق‌های هر دو جانب، بیرق اسپانیا و بیرق مسلمانان جهان، مسلم ورد لیگا. و از طرف مسلمانان جهان و بی طرف هم کدام چی باشه. این هم دستاوردهای ورزشی مسلمانان شهر مادرید. در چندین چهار ها در بازیکن اشتیاق نمید و این دستاوردها را نایده داشتم. این هم خلاص گفت سه طبقه بوده است مسجد. پلاتا یک، پلاتا دو، پلاتا سه. مسجد خیلی خوب زیبا و دیدنی. دیگه میبریم بیرون ببینیم در بیرون چی هست. اینجا چی هم هست ببینیم صحنه مسجد. چقدر زیباست بخیرم. هوا امروز در شهر مادرید خیلی هوای خوب است. هوا آفتابی است، هم شمال داره، خیلی خوب است. این طرفی دیگری مسجد. این میوه‌هایی که در صحن مسجد رشد کردن هنوز در حالت پخته شدن است. میریم این طرف پشت مسجد چی گفتن. این طرف دوستان داخل شدن با مدرسه بوده است از طرف بیرون. این طرف هم پارکینگ است. خب این هم صحن مسجد مرکزی شهر مادرید اسپانیا. چقدر زیباست باور کن. وقتی آدم تری جا میاد تماشا یا که مثلا سیاحت برای نماز خواندن خیلی گفتی گپا که فطرت آدم بیدار میشه و از زندگی لذت میبره. هم گفتی گپا که مسجد مرکزی شهر مادرید. شاید دیگه مسجد هم باشه. ما دیگه وقت ما تنگ است. ما گفتیم دیگه یک مسجد کلانش بگیریم با نوار و نگاهش انشالله اگر وقت دیگه که آمدیم جستجو میکنیم، پیدا میکنیم و نوار میکشیم انشالله. دوستان عزیز اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم کم معلومات درباره مسجد یا سنتری کلتوری اسلامیکا یا که مرکزی فرهنگی اسلامی مادرید شهر مادرید اسپانیا. و دوستان اگر ویدیو خوشتون آمده باشه حتما لایک، پدلیسه و کامنت را فراموش نسازید و با دوستان خود بفرستید و به شبکه ما سر بزنید و شبکه ما را سابسکرایب کنید و کانال ما ابونه شوید و زنگوله دائمی رو برای همیشگی فعال بسازید. دیگه شما رو به خود پاک و منان میسپارم تا برنامه‌های بعدی. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود.